جوانان امروز از جهت ناداری و یا شرایط نامساعد ازدواج کردن را دردسر و پریشانی میپندارند و به همین خاطر است که در ازدواج کردن تأخیر میکنند. بعضیشان تا به سن 30 سالگی و 35 سالگی و از این هم بیشتر ازدواج نمی کنند. آگاه باشید ای جوانان، ازدواج کردن دردسر و پریشانی نیست، بلکه یکی از سببهای زیاد شدن رزق و روزی انسان است. هر جوانی که به قصد پاکدامنی و دوری از زنا و فحشا ازدواج کند، خداوند معین و مددگار اوست و بیگمان هر کسی را خداوند مدد کند، البته رزق و روزی او فراوان شده تمام مشکلات او آسان می شود. در روایت ترمذی آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند 3 نفری است که مدد کردن آنها بر ذمه خداوند است و یکی از آن 3 نفر کسی است که به خاطر پاکدامنی اختیار کردن و دوری از زنا و فحشا ازدواج می کند. پس ای جوانان مسلمان، از زن گرفتن نترسید، زیرا خداوند مددگار شماست.